سلام رفقای من، اومدم چند تا قصه بردای دولایه و یلایه رو بهتون معرفی کنم و واسه لایمکارشون به ظریف کدی بسیار زیادی نیاز داریم. خب مقاومت دو نوع داریم. یکیش مقاومت خطیه، یکیش مقاومت SMD، همون فیلم کربن. خازن بشکه‌ای و خازن SMD که کریمی رنگ. قطعه LED یا LED یا خود SMD یا LED پایه بلند که داخل رنگ‌های مختلف هست. قطعه دیود، بعضی از دیودها داخل دیود پول همه ما مثلا اونا رو دیدیم و باشون آشنایی داریم، کارش صاف کردن جریان. بعضی از دیودها هم هستن به نام دیود SMD که بسیار ریز هستن. و قطعه ترانزیستور 3 پایه داره و قطعه ترانزیستور SMD هم اونم 3 تا پایه داره ولی بسیار ریز است. و ما خیلی اینا رو داخل برده الکتریکی دیدیم. قطعه مقاومت بزرگ روی بردهای یک لایه، کوچیک روی بردهای دو لایه.